توی این ویدیو میخوام در رابطه با علائم و عوارض مسمومیت با متانول در مشروبات الکلی صحبت کنم. پس تا با من همراه باشید. درود برای شما عزیزان، نیما جهانی هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. خیلی خوشحالم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. میزان مصرف نوشیدنی‌های الکلی توی ایران به نسبت بالا است و عمده مشروبات الکلی هم که وجود داره اینها احتمالاً آلوده به متانول هستن. در اصل به جای اینکه بخواد اتانول داشته باشن، متانول یا الکل صنعتی دارن. به هر دلیلی من کاری به اون ندارم و این روزا خیلی از افراد دارن به خاطر ناآگاهی نسبت به این موضوع عوارض شدیدی رو تجربه میکنن. امکان داره اینا کلیه‌شون از دست بدن، امکان داره کور بشن تا پایان عمر و عوارض حیاتی دیگه که به این شکل هست. الکل صنعتی یا متانول اسمش روش هست، برای صنعت هست، نه برای چیزی مثل مشروبات الکلی. کاربرد این الکل صنعتی یا متانول چی هست؟ توی محصولات آرایشی مثل لاک و عطر، حلال رنگ و چسب، توی سوخت‌ها، مایع دستگاه کوپیز، توی مایع ضد یخ و شیشه پاک کن، محصولات پاک کننده و ضد عفونی کننده، توی این موارد کاربرد داره. ولی اگر توی مشروبات الکلی باشه و شما ندونی و استفاده کنی، چه عوارضی میتونه برای شما به وجود بیاره؟ کاهش هوشیاری و خواب‌آلودگی، احساس ناپایداری و عدم تعادل، تهوع، استفراغ و درد شکمی، سرگیجه، سردرد و اختلالات عصبی، اختلال تنفسی و تنگی نفس، اختلالات بینایی، تاری دید و کوری، نارسایی دائمی در کلیه‌ها، تشنج، کما و در نهایت مرگ. و موردی که وجود داره این علائم با تأخیر به وجود میاد، یعنی بین 6 تا 24 ساعت بعد از مصرف به وجود میاد. یعنی امکان داره که فرد بنوشه بعد بخوابه و نتونه جلوی اینها رو بگیره و زمانی به خودش بیاد که مثلا کلیه‌اش از دست داده یا چشماش از دست داده. پس حتما حواستون به متانول باشه. اگر سوالی مورد چیزی بود میتونید توی کامنت بذارید یا توی واتساپ برای من بفرستید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییتون باشید. خدا نگهدار.